صبح یک شنبه شما بخیر. یه روزی یه پسر بچه‌ای وارد مغازه‌ای میشه که حیوانات خونگی میفروخت و میخواد که واسه خودش یه سگ کوچولو بخره. ماها بود که واسه این کار پول تو جیبیشو پس انداز کرده بود و میخواست این طول سگو بخره که دوستش باشه، همراهش باشه. همونطور که داشت به سگ ها نگاه میکرد، چشش یهویی به یه طول سگ کوچولویی میفته که یه گوشه‌ای نشسته بود و با یکی از پاهاش مشکل داشت. پاش میلنگید. پسر بچه با اشتیاق به سگ نگاه میکنه و صاحب مغازه میپرسه قیمت این سگ چنده؟ صاحب مغازه با کمی تردید بهش میگه پسر جان، این طول سگ به دردت نمیخوره. اون نمیتونه مثل بقیه بدوه، مثل بقیه بازی بکنه، مثل بقیه بالا پایین بپره. بذار یکی از این طولهای سالمو نشونت بدم. ولی پسر اصرار میکنه نه من همین یکی رو اتفاقا میخوام. قیمتش چنده؟ صاحب مغازه که از سماجت پسرش تعجب کرده بود بهش میگه ببین، این سگ به درد فروش نمیخوره. اگه اینقدر طالبشی میتونی مجانی ببریش. پسر ناراحت میشه و با ناراحتی میگه نه، من پول کاملشو میدم. این سگ به اندازه بقیه ارزش داره. صاحب مغازه که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود میگه آخه پسر جان، چرا میخوای یه سگ لنگو بخری؟ اینجا پسر پاچه شلوارشو بالا میزنه و پاشو نشون صاحب مغازه میده که با یه میله آهنی بسته شده بود و بهش میگه چون من خوب میدونم که ناقص بودن چه حسی داره. این سگ مثل منه. ما میتونیم همدیگر رو درک کنیم. دوتایی میتونیم به هم برسیم و از همدیگه مراقبت کنیم. تو این روزهای کریسمس فکر کردم این قصه خیلی خوب به ما یادآور بشه که داستان کریسمس چی هست. یکی که کامل بود مثل ما شد که ما رو درک کنه. ما رو به قیمت کامل، قیمتی که ارزششو نداشتیم، خرید و خواست که صرفاً با ما همدم بشه. نقص و کاستی های ما ارزش ما رو براش پایین نیاورد. عزیزان، ما یک چنین استادی رو داریم شاگردی میکنیم. در این شاگردی بیایید یاد بدیم دلمونو که مثل دل او بتپه، چشممونو که مثل او ببینه، فکر او رو داشته باشیم که چون در صورت خدا بود به خدا بودن دو دستی نچسبید، ولش کرد، خود رو خالی کرد، مثل غلام شد و حتی تا به مرگ. در دیسیپلین فیض ادامه بدیم.